درست است افغانستان ساختمان ها و کاخ های مجلل و آسمان خراشی ندارد و درست است که به ظاهر دارایی و اموال هنگفتی ندارد، اما چیزی که این ملت غیور دارد ایمان و غیرتشان است. برای افغان ها خون دادن در راه الله متعال چنان لذت بخش است که شراب برای کفار و خارجی ها لذت بخش و نشاء آور است. اما ای ملت غیور و ای جوانان عزیز، متوجه باشید که شکار دشمنان اسلام نشوید. قرآن عظیم الشان نویز داده است: کل ما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله و یسعون فی الارض فسادا. هر زمان دشمنان اسلام آتشی جنگ را علیه مسلمانان روشن بکنند، آن آتش را الله متعال به وسیله امدادهای غیبی بود و به وسیله جهاد مردان خود خاموش خواهد کرد. اما و یسعون فی الارض فسادا، متوجه باشید شاید دشمن حضوری فیزیکی نداشته باشد، اما فساد را در میان مردم می‌کارد و مردم را به جان هم می‌اندازد.